کشف انرژی بیپایان در چین برای 60,000 سال. چین یه منبع جدید انرژی پیدا کرده که میتونه سوخت این کشور رو برای 60,000 سال تأمین کنه. زمینشناسا میگن معدن بایون اوبو تو مغولستان داخلی احتمالاً یه ذخیره عظیم توریوم داره. عددش چقدره؟ 1,000,000 تن. یعنی اینقدر که میتونه نیاز انرژی خونه‌های چین رو برای همیشه تأمین کنه. توریوم یه عنصر رادیواکتیو ضعیفه که تو راکتورای نمک مذاب استفاده میشه. این راکتورها چی هستن؟ همون فناوری که زباله‌های هسته‌ای کمتری تولید میکنه و خطر ذوب شدنشون خیلی کمه. طبق بررسی‌ها فقط زباله‌های 5 سال استخراج سنگ آهن تو یکی از معادن مغولستان داخلی اینقدر توریوم داره که میتونه انرژی آمریکا رو برای 1000 سال تأمین کنه. ولی این فقط چین نیست. آمریکا، روسیه و چند کشور دیگه دارن روی این فناوری کار میکنن. گفته میشه توریوم 500 برابر بیشتر از اورانیوم تو طبیعته و 200 برابر انرژی بیشتری تولید میکنه.